كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس دهم، قضا و قدر. والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف. قضا و قدر و مشیت صفات ازلی و بلا کیف او تعالی هستند. قضا حکم مجمل را گویند و قدر حکم تفصیلی را گویند یا برعکس. قضا یعنی حکم کرده شده، قدر یعنی در عمل تطبیق شده. مثال قضا بود که زید 50 سال عمر ببیند. وقتی که او 50 سال عمر دید، این قدر شد. مشیت یعنی خواسته ها و خواهش ها وابسته به هر دو است. ثابت است که این سه صفت مذکور صفات الله تعالی اند. در کتاب و سنت اینها از صفات متشابه بوده و مثل جمله صفات عالی الله تعالی کیفیت یعنی چگونگی آنها نامعلوم است برای ما. حقیقت آنها برای مؤمنان پوشیده است. واجب است که مؤمن و مسلمان به این صفات ایمان آورده و از قدر اندازه معین در باب این صفات نباید بیرون بیاید که عاجز میماند و زیر شبهه می افتد، زیرا عقل انسانی قادر نیست به درک پره آنها. عالمترین در باب قدر کسی است که خود را از بحث قدر نگاه می دارد. کسی سر این مسئله بحث و مناظره می کند، پس این به جاهلی او دلالت می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این باب فرمودند و هر وقت که ذکر کرده شود از قدر، پس سکوت را اختیار کنید. وظیفه بنده این است که ایمان آورد به قدر و سلام. برای بنده بهتر که تابع حق شود و گوش به جانب شرع دهد. برادر و خواهر عزیزم، در مسئله قضا و قدر خیلی احتیاط باید کرد، چون قضا و قدر از جانب الله است و یکی از رکنهای ایمان بوده. رد یا انکار کردن آن انسان را از ایمان خارج می کند. برای همین در این مسئله کفایه است که به این باور داشته باشیم. و یکی از خطاگیری که امروز بین مسلمانان پهن شده است، این آن است که آنها گناه می کنند یا که از عبادات دور می شوند، نماز نمی خوانند، روزه نمی دارند و می گویند که این در تقدیر من نوشته شده است. بله، این در تقدیر نوشته شده است، لیکن خداوند این را با علم نوشت، یعنی که می دانست که شما در این دنیا همین راه را اختیار می کنید، همان را نوشت، نه اینکه حکم کرد و ظلم کرد به شما. چون خداوند نسبت به ما مهربانتر است از پدران و مادران ما و به هیچ کس گمراهی را نمی خواهد و برای همین به کار خیر امر کرده از کار بد منع می کند. پس ما اختیار داریم در انتخاب عملی نیک یا عملی بد و وابسته به این ثواب یا گناه می گیریم. و قسمتی که از اختیار ما بیرون است، این به مانند از کدام جنس بودن، یعنی مرد یا زن، یا از کدام ملت به دنیا آمدن، یا در کدام وقت به دنیا آمدن، یا در کدام قطعه زمین به دنیا آمدن و زندگی کردن، یا چه شکل و چه رنگ را داشتن، این همش از اختیار ما بیرون است و برای همین در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از ما سوال نمی کند که برای چی از این ملت نه از آن ملت شدی، برای چی سفید نه سیاه شدی، برای چی شکلت این طور است. یعنی از اینها سوال کرده نمی شد، برای آنکه اینها اختیار خداوند بودند. خداوند این را به ما خواست که ما چنین و چنان و در این وقت و آن وقت به دنیا بیاییم. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های دیگر باشید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. بذكر الإله وتصفو الحياة.